لا 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 گل بابای لا 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 لالات میه الان دختر بابات میه لا 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 ای جان بره. وقتی خیلی کوچیک بودم عمه زیبا منو تو بغلش میگرفت و برام لالایی میخوند. دایی محمد آخرین نمد ساخته شده اونو برای فروش به شهر میبرد. خیلی دلم میخواست بدونم عمه زیبا چرا دیگه نمیخواد نمدی درست کنه. با اون سن و سالش تنها پیرزنی بود که به خوبی میتونست کار کنه و نمدی بسازه. یک نمد قشنگ و پرنقش و نگار. صبح مه غلیظی شد. رو سر آبادی مثل چتری همه جا را پوشاند. هر روز برادرم گله گاوها رو می برد به چرا. منم باید می رفتم به مدرسه. عمو مطلب باید گاوشو میبرد سر زمین دایی موسی. دایی موسی هم یک گاو داشت. بعد این دوتا را به عضال میبست و باید زمین رو شخم میزد. عمه زیبا گاهی اول صبحی می اومد پیش مادرم. درس امروز ادامه درس جلسه گذشته است که جلسه گذشته درس به سوی شیراز بود. اینم ادامه همون سفر آقای همه حواسم به عمه زیبا بود. راستی به مادرم چی میگفت؟ هیچ وقت هم دلیل اومدنش رو نفهمیدم. عروسینا همه جمع شدن و کادو گرفتن رفتن به عروسی. علی از پدر پرسید پدر جان. آقای اربابی معلم خوب ما اهل سیستان و بلوچستانه. به قول خودش 8 سالی میشد که تو آبادی درس میداد. اشایر هست که در این منطقه زندگی میکنند. وقتی کار شخم زدن زمین تمام میشد، دایی موسی و عمو مطلب هر کدام گاواشونو میگرفتن و به آبادی برمیگشتن. مدرسه که تعطیل میشد، بچه ها راه سربالایی آبادی رو با عجله میرفتند. بابا قربان گاهی شبها کنار آتیش می نشست و نی می زد. عمه زیبا هم دنیای خودشو داشت که تنها زندگی می کرد. بساط چای دودی اون همیشه به راه بود. من هم کنار مادرم می نشستم و به درس و مشقم می رسیدم. راستی خانه‌های قشنگ آبادیمون مثل تابلوهای نقاشیه.
صبح روز جمعه هر هفته دفتر نقاشی و جعبه مداد رنگی رو برمی داشتم و می رفتم جای همیشگی که نقاشی کنم. خانه و گل و بوته و کوه و جنگل. زنمو با فاطمه تو هاون چوبی برنج میکوبیدند. باید آرد برنج ها رو آماده میکردند تا ازش یک حلوای خوشمزه درست کنند. روی شیشه بخار گرفته طرح جدیدی از طرح نمد کشیدم. دیگه من نمیتونم، پیر شدم، نمیتونم شانه کنم، نمیتونم نمد بمالم، نمیتونم رنگ رو کنم، هیچ کار دیگه نمیتونم. وقتی دایی محمد آخرین نمد ساخته شده عمه زیبا رو برای فروش به شهر می برد، دلم خیلی شکست. زنهای آبادی اصلاً عین خیالشون نبود. کاش میتونستم یک جوری دایی رو از رفتن به شهر منصرف کنم. اما چاره‌ای نبود. عمه زیبا به پولش نیاز داشت. زنهای آبادی انگار تصمیم نداشتن دیگه نمدی درست کنن. شبها همه سر سفره شام حاضر می شدن. عموها، زنموها و بچه ها. عمه زیبا ترجیح میداد تو خونه خودش شام بخوره، تک و تنها. هر کاری که باشه یاد مدام، ولی خودم نمیتونم کنم، به تو یاد مدام. بالاخره عمه زیبا راضی شد که بیاد به ما نوه ها یاد بده که چطوری نمد بسازیم. صبح قشنگی بود. یک مقدار کمی پشم مونده بود. عمه زیبا اونا رو شانه زد و کار را شروع کرد. از بابا قربان خواستیم که بازم برامون پشم گوسفند بچینه. زنمو هم قبول کرد پشم‌های چیده شده رو برامون رنگ کنه. هر روز نقش تازه‌ای به ذهنم می رسید و من برای اینکه یادم نره روی هر چیزی اونو می کشیدم. حتی روی سینی آرد برنج. بالاخره عمه زیبا راضی شد که بیاد به ما نوه ها یاد بده که چطوری نمد بسازیم. یه مر سپیدی کناری سیاه بیالی
باز کنار اینا انگشتی بیالی، بعد از انگشتی گلمه ها رو بیالی و روش پشم سفید تنه کنی و بمالی نمد دست بده رو. از مادر و زنمو هم خواستیم به ما کمک کنند. طرح و نقشه مثل قبل بود. قالب تنه کنی، رنگرو رو بریزی، پشم از رو رنگرو بیالی و قالب بپیچی و بمالی نمد نقده تبدیل بوده. همه شروع کردیم به کار. عمه زیبا به ما یاد داد که چطوری باید انگشتی درست کنیم. انگشتی های به این کوچیکی تو طرح نمد چیده می شدند. تمام انگشتی ها رو ما بچه ها درست کردیم. نقش های سنتی خیلی قشنگه. حتی از نقش های توی ذهنم هم قشنگ تره. عمه زیبا نقش های زیادی بلده. فکر نمی کنم فراموش کرده باشه. حالا باید تکه های پشم رو طبق نقشه روی هم می گذاشتند تا پر بشه. دور نمد بیشتر از پشم های سفید استفاده می کنند که بهش میگن نمد کنار سفید و در آخر هم روی همه‌شان پشم سیاه می گذاشتند به جز کنار آن. البته طوری که جای خالی نباشه و این در واقع میشد پشت نمد یا زیر نمد. وقتی کار این قسمت تمام می شد، باید آن را توی یک پارچه زخم خیس می پیچیدند و لوله می کردند. قسمت آخر کار بود که خیلی سخته. این قسمت کار خیلی مهمه. پشم ها باید کنار هم سفت بشن. دایی رحمان از راه دور آمد. دیگه سربازیش تمام شده. مادر سلام. وقت بخیر. خوبی؟ سلامتی؟ چیکار می‌کنی؟ خوبی دیگه؟ سلامت باشی. کارت شیرینیم سربازی تمام شد. گفتم برای مادر بزرگ بیارم. خدا مبارک کنه، قسمت عروسیت کنه. به سختی گذراندی، به خوبی گذراندی، چه جور شد؟ خوب بود. خلاصه خدمتیم سختی دارم. خدا اون رو ان شاء الله خدا قسمت عروسیت کنه.
توره میخوام چه میگی یار میخوام چه میگی یار چرا بر نیانه بای بابات نمیگی یار شب عمه زیبا چرخ نخریسی کهنه و قدیمیش را راه انداخت. اون تصمیم داشت پارچه بافی رو هم به ما یاد بده. عمه زیبا که حالا پا به 80مین سال زندگیش میگذاره هنوز هم خیلی چیزها بلده که به ما دخترای آبادی یاد بده. لا 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 ای گل گندم گوار دختر طلا ببندم لا 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 ای ناز دخترم ای لا 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 ای تاج سرم لا 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 ای گل دخترم ای لا 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 کفتر بابای لا 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 دیگه کافی که برو دیگه بلد نیم